قطعا همه شما نقطه‌های برجسته رو روی دکمه‌های آسانسور، جعبه‌های دارو، جلدهای کتاب و ابزارهای دیجیتال دیدین. اما تا حالا شده از خودتون بپرسین که این نقطه‌های برجسته برای چی اینجان؟ اصلا این نقطه‌های برجسته چرا به وجود اومدن؟ سلام، من فاطمه جعفری فوتمی هستم و قراره که توی این ویدیو به مناسبت هفته جهانی عصای سفید درباره نقطه‌های برجسته و خط بریل برای شما صحبت کنم. اسم خط بریل رو توی دانشگاه، اجتماع، مدرسه، کتاب‌های درسی حتما همتون شنیدین. خط بریل یک سیستم نوشتاری لمسی برای ما بچه‌های نابینا و برخی از کمبینایان هست. به این شکل که به جای استفاده از چشم ما با انگشتانمون کلمات و جمله‌ها رو میخونیم و لمس میکنیم. روی یک برگه کاغذ به جای اینکه کلمات با استفاده از جوهر نوشته بشن، این کلمات و حروف با استفاده از نقاط برجسته و نقطه ها روی کاغذ شکل میگیره. به این روش که ما بچه‌های نابینا با استفاده از ابزارها و وسایلی در یک خونه 6 تایی، یعنی 2 تا ستون 3 نقطه‌ای در کنار هم دیگه، ترکیب‌های مختلفی از نقاط برجسته را ایجاد می‌کنیم و با لمس این نقطه‌های برجسته می‌تونیم حروف، اعداد و علائم مختلف رو درک کنیم و اونها رو مثل همه دوستان بینا بخونیم و ازش لذت ببریم. شاید براتون این سوال الان پیش بیاد که خب این خط بریل رو چه کسی به وجود آورده؟ اصلا این قاعده و قانون‌ها رو چه کسی اومده نوشته، ایجادشون کرده؟ و من میخوام برای شما توی این ویدیو یه داستان تعریف کنم و داستان ما مربوط میشه به یه پسر 3 ساله به اسم لویی. لویی سال 1809 در فرانسه متولد میشه و پدرش کفاش بوده. مثل همه ما که در دوران کودکیمون علاقه‌مند به اکتشاف و کنجکاوی بودیم، لویی هم همین اخلاقو داشته و وقتی که توی 3 سالگیش داشت به یکی از ابزارهای پدرش بازی میکرد، این وسیله به چشمش برخورد میکنه، چشم لویی عفونت میکنه و بعد از چند سال بیناییش رو از دست میده. لویی رو به یک مدرسه در پاریس میفرستن که حالا به اصطلاح برای بچه‌های نابینا ساخته شده بود. توی این مدرسه لویی کتاب‌هایی رو می‌بینه که با حروف بینایی، به اصطلاح بینایی، چون معمولا به حروفی که خب دوستان بینا ازش استفاده می‌کنن ما بهشون میگیم حروف بینایی، این حروف بینایی رو براش به صورت برجسته روی کاغذ قرار دادن و لویی میتونه با انگشتانش این حروف رو بخونه و حالا جملات رو در کنار هم دیگه قرار بده. اما یه مشکلاتی داشت، بعد خیلی این حروف به صورت درشت نوشته میشد و برای حالا رمان و کتاب‌هایی که حالا حجم بالایی داشتن این روش پاسخگو نبوده. تا اینکه لویی توی 15 سالگیش با یک سرباز فرانسوی روبرو میشه. سربازی که به لویی درباره یک روش رمزی توضیح میده، روشی که سربازها به واسطه اون میتونستن در هنگام شب بدون اینکه حالا سر صدای ایجاد کنن با هم ارتباط برقرار کنن و این روش استفاده از نقطه‌های برجسته بود. لویی وقتی که با این روش آشنا میشه، میره در موردش میخونه، تحقیق میکنه و میبینه که این روش یه سری مشکلاتی داره، اینکه نقطه‌ها خیلی زیادن، پراکندن و روش مضبوطی نیست. لویی میاد این روش رو قاعده‌مند میکنه، نقطه‌ها رو به 6 نقطه کاهش میده و میتونه روشی رو بسازه که بچه‌های نابینا خیلی سریع با استفاده از انگشتانشون بتونن اون نقاط رو لمس بکنن و حالا حروف رو در کنار هم دیگه قرار بدن، کلمات رو بسازن، کلمات رو در کنار هم قرار بدن و جمله ها رو بسازن. و جالبه بدون این روش لویی بریل در همون مدرسه هم به کار گرفته نشد. حالا توی اون مدرسه بعدها معلم میشه و حالا خودش آموزش میده، اما این روش خیلی جدی گرفته نمیشه. اما بعد از مرگ لویی، سالها بعد از مرگش، اول خط بریل به عنوان خط نابینایی در فرانسه به رسمیت شناخته میشه و بعدها در سراسر جهان این خط به عنوان خط ویژه‌ای برای نابینایان شناخته میشه و ما امروز هممون مدیون لویی بریل هستیم که کمک کرد تا ما بتونیم یک روشی رو برای حالا داشتن خط و خوندن و لذت بردن از کتاب خوندن داشته باشیم. و با ما همراه باشین. من توی بخش بعدی قراره که در مورد یکی از کارآمدترین و بهترین ابزارهای بچه‌های نابینا باهاتون صحبت کنم و اون رو بهتون معرفی بکنم.